سلام. اگه اولین بار منو میبینی باید بگم که من مرولم و توی چنلم ویدیوهای ترسناک، داستانهای ماورایی، پرونده های جنایی از اینجور قبیل داستانا رو میگم. پس اگه به این سبک علاقه داری خوشحال میشم که چنلمو سابسکرایب کنی. Can you see me? Hello? Can you find me? امروز هم دوباره قراره ادامه کامنتاتون رو که زیر ویدیو نوشته بودین، داستانهای ترسناک کوتاهتون رو گفته بودین رو بگم. اینکه این داستان واقعیه واقعی نیست بچه، قضاوتش با شما. من داستانهای واقعی رو توی ویدیوهای طولانی تر میگم، ولی خب پیشنهاد داده بودم بچه ها که این داستانها رو هم بگن، هرچند اگر واقعی هم نباشه گفتن که ترسش رو دوست دارن. منم تصمیم کنم این داستانها رو بگم توی ویدیو. بریم سراغ داستانمون. من هر بار توی هر ویدیو سعی میکنم که یه داستان از یکی از خاطراتی که برای خودم افتاده رو بگم. اگر دو تا پارت قبلی رو ندیدیم پیشنهاد میکنم که 2 پارت قبلی رو بریم. میگه که داشتم با یه کاغذ احضار میکردم، ساعت 3:30 شب بود. چه تایم بدی هم انتخاب کرده. اتفاقی نیفتاد و رفتم خوابیدم. حدود 2 ساعت بعد یه صدایی اومد که همه بیدار شدن تو ساختمون ما. اسم ساختمون رو با چراغ روی ساختمون نوشته بودن. اون چراغ به طرز فجیعی شکسته بود و خورد شده بود. توی دایرکت ها من در رابطه با احضار روح خیلی ازم سوال میپرسن و میگن که احضار روح بهمون یاد بده. احضار روح شده بچه، من اصلا احضار روح نکردم، پیشنهاد نمیدم کسی احضار روح انجام بده و بلدم نیستم. اگر هم بلد بودم اصلا اینو به کسی یاد نمیدادم. احضار روح کردن اصلا یه سری قواعد داره، یه سری اصول داره. شما اگر کسی رو احضار میکنید باید حواستون باشه توی تایمی اون شخص رو اصلا باید سریع برگردونید. اگر اون تایم فکر میکنم بگذره، حالا باز میگم به اون صورت نمیتونم، اون شخص هم نمیره. و معمولا وقتی احضار روح میکنید اون اشخاصی که ظاهر میشن واقعیت رو نمیگن و حتی شاید خودشونو به دروغ به شما معرفی کنن. مثلا شما شخصی رو دارید صدا میزنید که بیاد و مثلا حالا احضار کردید، موفق میشید، اون میاد میگه آره من اونم، ولی اکثرا دروغ میگم، اون شخصی که شما احضار کردید نیستن. در هر صورت من پیشنهاد نمیدم کسی اصلا سمت این چیزا به ذهنتون هم سمت این مسائل نبرید، چون که یه داستانهایی واسه من گفتن که بعد از خوندنش مثلا یک چند وقت پیش خانمی داشت صحبت میکرد، میگفتش که من دارم کتاب رستاخیز مردگان رو چند ساله میخونم، شما به من یاد بده من احضار کنم. گفتم من بلد نیستم و چند تا از عزیزانش رو از دست داده بود به خاطر همین حالا کتاب رستاخیز مردگان که داشت میخوند. و با این حال باز هنوز با سماجت میگفت حالا من مثلا میخوام روح نمیدونم خواهرش بود کی بود، میگفت میخواد احضار بکنه. و من بهش گفتم که به نظر این کار نکن، تو به خاطر اینکه وارد این موضوع شدی تعداد عزیزان تو از دست دادی و الان دوباره باز میخوای روح اونا رو احضار کنی. اصلا احضار کردن روح شخصی که فوت شده به نظرم بیشتر باعث عذابش میشه. پس تا جایی که میتونید سعی کنید سمت اینجور مسائل نرید. ترس خوبه، هیجان خوبه، فیلم ترسا آدم میبینه که یه مقدار بترسه، در این حد اوکیه، ولی اینکه بخواید دنبال اینجور مسائل برید من پیشنهاد نمیکنم بهتون. بریم سراغ داستان بعدی. فکر میکنم نرگسه. میگه که من قبلا داشتم فیلم دختر جن‌زده رو نگاه میکردم که وقتی چراغ خاموش کردم چراغ اتاق من هم خاموش شد. من جیغ کشیدم اما هیچ کس صدای من رو نمیشنید. یه دفعه رفتم برق رو روشن کنم، بعد دوباره خاموش شد. دوباره رفتم روشن کردم، فایده ای نداشت، خاموش روشن میشد. جیغ کشیدم و گفتم مامان، اما جوابمو نمیداد. من ترسیده بودم، رفتم بیرون آب خوردم، بعد از اون فیلم رو نگاه کردم و بعد یه دفعه چراغ اتاقم خود به خود خاموش روشن شد. من خیلی ترسیده بودم. خب نرگس جان عزیز دلم، قربون شکل ماهت برم، عزیز دلم، عزیز دلم، خب شما ترسیدی چرا دوباره برگشتی رفتی فیلم ترسناکتو نگاه کردی؟ اصلا اینجاش برای من عجیبه. میگه اگه میترسی دیگه فیلمو نبین دیگه. داستان بعدی رو ببینیم. میگه که من داشتم فیلم کلو وحشت رو نگاه میکردم. فیلم کلو وحشت بچه‌ها قبل از اینکه داستان بخونم خاطره خودم رو از فیلم کلو وحشت بگم براتون.
اولین باری که فیلم کار وحشت رو دیدیم من 4 سالم بود، 3 یا 4 سالم بود اون موقع. بعد اون موقع جوری بود که ویدیو رو دزدکی مثلا می آوردن، جایی رو می بردن، مثلا توی ملافه می پیچوندن، توی پارچه می پیچوندن، مثلا از این خونه به اون خونه ویدیو رو علنی نمی بردن. بابای من ما رفته بودیم خونه مادر بزرگم اینا، و مادر بزرگم اینا شهرستان زندگی میکردن، ما جای دیگه بودیم. تابستونا مثلا میرفتیم اونجا. بعد بابای من ویدیو از خونه دوستش میاره که میگه که بشینیم شب با هم فیلم ترسناک ببینیم. فیلم ترسناک چی بود؟ فیلم کلاه وحشت بود. به مادر بزرگم اینا گفتش که بچه‌ها رو که بخوابون، یعنی من و خواهر برادرم اینا، بشینیم فیلم ببینیم. خلاصه منم توی بچگی خیلی کنجکاو بودم، به شدت کنجکاو بودم. کافی بود حس می‌کردم یه اتفاقی بخواد بیفته، اصلا منتظر میموندم دیگه. من نمیدونم، یادم نمیاد چجور فهمیده بودم، حالا یا با همون تیز بودنم بود فهمیدم، یا نمیدونم، در هر صورت فهمیدم که قرار ما بچه‌ها خوابیده بشیم و شب یه فیلم. خلاصه بچه‌ها رو خوابوندن، هر کاری کردن. منو یادمه که بکنم پالم گذاشته بود روی پاهاش، بود توی قدیما بچه رو میذاشتن رو پا و تکون میدادن که بخوابه. فایده ای نداشت، من نمیخوابیدم دیگه. بابام گفتش که ول کن دیگه، این نمیخوابه، بیایم فیلم ببینیم. حالا خودش اگه به ترسه نگاه نمیکنه. فیلم پلی شد، کلبه وحشت. هنوز که هنوز تصاویرش تو ذهنمه. من اینجوری نشسته بودم به تلویزیون، زل زده بودم، نه تکون میخوردم، نه جیغ میزدم، نه چشامو میبستم. همینجوری از اول تا آخر من اینجوری فیلم رو نگاه کردم. وقتی فیلم تموم شد تلویزیون رو خاموش کردن دیگه، همه رفتن که بخوابن. من اینجوری بودم، یهو زدم زیر گریه. تازه انگار به خودم اومده بودم و واقعا تجربه عجیبی بود. فکر میکردم بعد از دیدن این فیلم، بعد از این اتفاقی که واسه من افتاد، هیچ وقت فیلم ترسناک نبینم. ولی نه، فیلم ترسناک رو میدیدم، علاقه داشتم و نمیترسیدم. اما این خاطره من از فیلم کلاه وحشت بود. برای دوران خودش هم فیلم کلاه وحشت واقعا داستان عجیبی بود، واقعا ترسناک بود. مخصوصا اون صحنه‌ای که اینجوری میره، بعد یهو این شکلی برمیگره، چهرش عوض شده. من هنوز که از این تصاویرش یادمه و واقعا اون دوران فیلم کلاه وحشت من داشتم فیلم کلاه وحشت رو میدیدم، تنها بودم. زمانی که کتاب رو آوردن، کلمات رمز رو گفتن، یهو کل در و پنجره ها باز شد. در همون ما هم یهو 3 بار پشت سر هم تق تق کرد. برگام ریخت. به سرعت برق رفتم بیرون از خونم. حالا باز خوبه که به ذهنتون میرسه بریم. من باشم ذهنم حتی نمیرسه برم بیرون از خونه، میمونم همونجا برم چه اتفاقی بیفته. ولی خیلی موقع فیلم دیدن اتفاقایی براشون افتاده. نهال میگه وای، من یه بار به حالت مسخره گفتم ای جن اگر اینجایی یه نشون بده. تلویزیون روشن بود یهو خاموش شد. خب این چه کاریه میکنی نهال جان؟ خب شاید اونجا بوده نمیخواسته خودشو فاش کنه. چرا تو اینو گفتی تو علنی؟ دیگه روش دیگه تو روت باز شد دیگه. نهال جان نکن از این کارو خواهر من. نازنین میگه من اصلا اهل ژانر ترسناک نیستم و نمیتونم هم تحملش کنم. یه شب خونه تنها بودم، داشتم کانال تیوی رو بالا پایین میکردم. از شانس خوشگلم یه شب رعد و برق خیلی ترسناک، یکی از کانال‌ها داشت فیلم ترسناک میذاشت. دقیقاً سکانسی بود یه چیزی میپرید توی دوربین، صدای جیغ. به همون لحظه برقا رفت. برقای کل مجتمع رفته. من تو طبقه 6 تو تاریکی مطلق گیر کرده بودم. حتی گوشیم خیلی شارژ نداشت. یکم بعد خاموش شد. فقط میتونم بگم جونم در رفت اون شب و فوبیام به فیلم ترسناک در حدیه که توی جمع 50 نفره برای فان هم حاضر نیستم ببینم. واقعا خاطره خیلی بدیه برای کسی که از فیلم ترسناک اینا علاقه نداره و میترسه. این اتفاق خیلی بده. مخصوصا اینکه دقت کردین که وقتایی که قرار بریم بیرون یا قرار برق یا قرار اتفاقی بیفته، هیچ وقت گوشیمون شارژ نداره. برای من بارها پیش اومده زمانایی که قرار بود برق بره گوشیم شارژ نداشت. قرار بود برم بیرون گوشیم شارژ نداشت و خیلی واقعا سخت و بده. آرزو میگه من تازه عروسی کرده بودم. شب دوم عروسی وقتی که خواب بودم، برای یه لحظه توی حالت خواب و بیداری قرار گرفتم.
همه در و پنجره ها از جلوی چشام رفت کنار. یه زن سیاه‌پوش از در کوچه‌مون اومد. به طرف پله ها و نزدیک خونه می شد که دوباره در و پنجره اومد سر جاش. اونم پشت در انگار منتظر بود که در باز شه و شوهرم رو بیدار کرد. گفتم ببین یکی پشت در وایساده. شوهرم نگاهی کرد و گفت کسی نیست، بگی بخواب خیالاتی شدی. منم به فکر اینکه خیالاتی شدم پتو انداختم سرم و خوابیدم. چند روز گذشت که شب وقتی خواب بودم یه دفعه‌ای چشامو باز کردم. دوباره همون زن و بالای سرم دیدم که زانوهاشو بغل کرده اما صورتشو نمیتونستم ببینم. بعد از این دوبار حضورش رو احساس کردم. انگار همه جا هست. تا 3 ماه واقعا تو عذاب بودم. شوهرم میگفت خیالاتی شدی و باور نمیکرد. معمولا اینجور مواقع اگر کسی چیزی میبینه کسی باور نمیکنه و این بیشتر اون شخص رو آزار میده، چون معمولا میگن توهم زدی، خیالاتی شدی، دیوونه شدی، ولی واقعا حس بدیه که یه نفر یه چیزی رو ببینه، یه اتفاقی بخواد بیفته و بهش بگن که تو توهم زدی و این بیشتر اون شخص رو آزار میده. داستان بعدی، من یه بار داشتم نصف شب تو حال فیلم ترسناک میدیدم. احتمالاً همون سجین یا دابه بود. یهو وسط آشپزخونه بود، آشپزخونه شروع کرد کار کردن. اگه بگم به خودم بیراه نگفتم، آخرش طنز بود، ولی از این اتفاقا ممکنه که بخواد بیفته. سجین خیلی فیلم ترسناکیه چون داستانش واقعیه. داستانی که رو به واقعیت باشه به نظر من خیلی ترسناکه و خیلی هم از بعد از دیدن سجین مثلا حالا یه اتفاقی رو تعریف میکنن همون لحظه افتاده. سینا میگه من و فامیلمون یه بار احسان جن انجام دادیم. 4 نفر بودیم و اینکه فضای خونه کاملا سرد و یخی شد طوری که وجودشون رو حس میکردیم. یه استکان از آشپزخونه به سمتمون پرت شد. با جرأت میتونم بگم بدترین و وحشتناکترین شبی زندگی میکنم. هیچ وقت با یه آدم ناشی و غیر حرفه‌ای وارد این احضار بازی ها نشید، چون شانس زنده موندنتون کمه. الان این تجربه شخصیه که توی کار احضار حالا انجام داده. ببینیم بچه ها، هیچ کس نمیگه احضار خوبه و من شنیدم که حتی میگن احضار، نمیدونم حالا این درسته یا نه، ولی میگن 1 سال از عمر آدم رو کم میکنه. کلا اصلا احضار به نظر من چیز جالبی نیست. داستان بعدی میگه جایی نگهبانی میکردم، شب بود، رفتم هموم، 3 تیغ کردم. مگه 6 تیغ نمیکنن؟ اومدم یه کرم نرم کننده زدم به دست و صورتم. هوا گرم بود. توی در کانکس رو بستم، اومدم دراز کشیدم رو تخت. هوا که گرم بود، فقط با یه شورت خوابیدم. عادتاً رو به پشت خوابیدنه. حدود نیم ساعت نشد که توی خوابیداری بودم احساس کردم یکی روم خوابیده. در حال تجاوز کردن. هرچی فشار می آوردم که بلند بشم روم، خیلی احساس سنگینی می کردم. محکم فشار آوردم بالا. یه لحظه دیدم یه سیاهی مثل برق و باد از 3 گوش کانکس بیرون خارج شد. یه لحظه به خودم اومدم، احساس کردم پشتم بدجور درد میکنه. حتی دست به پشتم که بردم گشادی مقعدم رو حس کردم. این جن خیلی وقته که منو به همین شکل اذیت میکنه. هیچ حریفش نمیشم. جرئت نمیکنم با شورت بخوابم یا رو به پشت بخوابم. واقعا نمیدونم باید چی بگم، ولی امیدوارم که این داستان واقعی نباشه. هم اونای دیگر رو میگفتم واقعی باشه، چون اینکه احساس میکنم تخیل میفرستیم واقعا یه جور بدم میاد، ولی این یکی داستان رو امیدوارم واقعی نباشه. این بنده خدا هی داره بهش تجاوز میشه، نمیدونه باید چیکار کنه. داستان بعدی، مسافرت شمال بودم. خوابیده بودم تو پذیرایی. بچه‌م عادت داشت با نایلون پوشکا بازی کنه. میکوبید روش و از صداش خوشش میومد. بعد دمای صبح دیدم صدای کوبیدن نایلون پوشک میاد. فکر کردم بچه‌م بیدار شده.
یه لحظه نگاه کردم دیدم بچه پایینتر از من خوابه، فقط از ترس کم مونده بود کج و کله بشم. خب بریم سراغ شخص بعدی. حمید میگه منی که اعتقاد ندارم به این چیزا 3 سال قبل ساعت 3 شب احضار انجام دادم، از اون بیماری عصبی گرفتم. چرا اگر اعتقاد نداشتی پس چرا رفتی انجام دادی؟ بعد اعتقاد نداری دست گذاشتی رو چیزی که بدترین نوعشه. خب اصلا احضار خوب نیست، نباید انجام بدیم. از این داستانهای احضاری خیلی هم میان میگن و اتفاقی خیلی بدی هم براشون افتاد. بچه‌ها به نظر من این کار رو اصلا انجام ندید. متین میگه زیاد به فیلم سجین و دابه جدی نگیر. تو فیلم سجین یه سکانس هست که اون مرده داره جادوی سیاه میکنه. منم صبح ساعت 4 داشتم نگاه میکردم. تو اون سکانس که مرده استخونو میبره بالا میشکونه، در حین اون خونه میلرزه. درست تو همون حین تبریز زلزله اومد. من دیگه کلا ریدم تو خودم، فکر کردم تو اتاقم جن هست. بعد فهمیدم زلزله بود. جالب بود چون که آخرش به طنز ختم شد. البته شاید واقعی باشه، نمیگم که واقعی نیست، ولی بامزه بود. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. شما اگر داستانی دارید اون داستان برای من تعریف کنید که من خاطرات واقعی شما رو برای بچه‌ها تعریف کنم. و حتی اگر داستانی از قدیم از پدر بزرگ یا مادر بزرگم شنیده باشین خیلی خوشحال میشم داستان برای من تعریف کنید. در آخر اگر ویدیو رو لایک نکردید ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. خیلی ستون دارم.